بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان خوب شبکه جهانی کلمه. با سیمای بلوچستان تا یک ساعت آینده در خدمت شما بزرگواران هستیم. همونطور که میدونید به هر حال امروز اتفاقی افتاد و حمله اسرائیل به قطر و یه جورایی همه چیز رو تحت شعاع خودش قرار داد و به هر حال هنوز اخبار ضد و نقیضی از این ماجرا داره به گوش میرسه. منتها به هر حال ما طبق روال هفته های گذشته برنامه سیمای بلوچستان خودمون رو داریم اجرا میکنیم. سیمای بلوچستان میپردازه به دردها و مشکلات و آلام مردم بلوچستان، مردمی که شایسته بهترین زندگی هستن اما این زندگی از اونها دریغ داشته شده و امروز میبینیم که مردم بلوچستان در شرایط بسیار بغرنجی به سر میبرند. کم کم داریم وارد مهر ماه میشیم. مهر ماه یادآور دو موضوع مهم هست. اون بحث سالگرد جمعه های خونین زاهدان و خاش که بسیار بسیار فاجعه تلخ و جانگدازی بود که به نوعی هرگز از ذهن هیچ کدام از انسانهای آزادیخواهی که در تمام دنیا دارن زندگی میکنن این جنایت بزرگ محو نخواهد شد و این داغ بزرگ تا ابد بر سینه مردم بلوچستان ماندگار خواهد بود و این ننگ ابدی تا ابد بر تارک و پیشانی آمران و آمدان این جنایت هولناک حک خواهد شد و هرگز مردم بلوچستان کسانی که مرتکب این جنایت شدند رو نخواهند بخشید. دومین موضوعی هم که خیلی مهم هست اونم بازگشایی مدارس است که خب قاعدتا ما در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم. مدارسی که در بلوچستان هنوز با کمترین ظرفیت و کمترین امکانات و کمترین استانداردها دارن دانش آموزان این منطقه مشغول تحصیل هستند اما بیشترین بازماندگان از تحصیل رو داریم و خیلی از مسائل دیگری که در این رابطه وجود داره. اما بحث اصلی ما در رابطه با دادخواهی در بلوچستانه. دادخواهی که فریاد مظلومانه مردم بلوچستان طنین افکن شده در تمام دنیا و صدای این عدالتخواهی و صدای این تظلم خواهی رو هر روز و هر هفته داریم میشنویم از بلوچستان، اما تا این لحظه هیچ کس به فریاد این مردمی که دنبال فریادرسی هستند نرسیده. خیلی از فعالان، خیلی از عزیزان و دوستان داخل و خارج از کشور تلاش میکنند تا صدای حقانیت و مظلومیت مردم بلوچستان رو به سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری برسونن، اما بایستی بشنویم که چقدر گوش شنوایی وجود داره در رابطه با شنیدن این دردها و این مشکلاتی که در این منطقه از کشورمون وجود داره. امروز میخوایم در رابطه با همین موضوع و همین دادخواهی هایی که هنوز در بلوچستان ادامه داره بیشتر صحبت بکنیم، اما قبل از هر چیزی سری میزنیم به اتاق فرمان، اخبار رو میشنویم با این توضیح که شما بینندگان عزیز از همکنون میتونید در برنامه ما مشارکت بکنید، پیام های نوشتاریتون رو برای ما ارسال بکنید و اینکه چرا صدای تظلم خواهی و دادخواهی مردم بلوچستان تا کنون شنیده نشده، چرا صدای فریاد مردم بلوچستان، صدایی که از اعماق وجود داره بلند میشه و شما دارید میبینید و این دردی که بر مردم بلوچستان تحمیل شده چرا هنوز ادامه داره و هرگز کسی نمیاد با این دردها با مردم بلوچستان همدردی بکنه. اخبار رو میشنویم. در ادامه برنامه با یه مهمان عزیز و ویژه خواهیم بود که در رابطه با همین تظلم خواهی ها و دادخواهی ها در رابطه با مردم بلوچستان تلاش وصف ناپذیری داشته و داره و بیشتر با این مهمان عزیزمون بعد از اخبار آشنا خواهیم شد. اخبار رو میشنویم، با آن برمیگردیم ادامه برنامه رو خواهیم دید.
رفراندوم بگذارید. رفراندوم و ناظران بین المللی یک رفراندوم عاجل برگزار کنید. مولانا عبدالحمید با انتقاد از سیاست‌های مسئولین نظام گفت بعضی فکر می‌کنن اگر ما سلاح اتمی و بمب اتم و تولید انبوه موشک داشته باشیم ما قدرت و عزت پیدا می‌کنیم. بیافزود شوروی سابق 4000 کلاهک هسته‌ای داشت و از قدرت‌های مهم و اول دنیا بود، اما به فروپاشی رسید. نیروهای لباس شخصی و انتظامی در خیابان باقری واقع در منطقه شیرآباد زاهدان یک شهروند بلوچ را با خشونت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. با وجود احداث مدرسه دخترانه در روستای گیران از توابع شهرستان فنوج که توسط خیرین ساخته شده، این مرکز آموزشی هنوز به دلیل نداشتن کد رسمی از سوی آموزش و پرورش بلا استفاده مانده و دانش آموزان دختر این منطقه از تحصیل باز ماندند. شهروندان محلی میگویند سال گذشته 27 دختر در مقطع متوسطه باید مشغول تحصیل میشدند، اما به دلیل نبود امکانات و اجبار به رفت و آمد با وانت‌های شخصی بیش از 20 نفر از ادامه تحصیل باز ماندند. ابراهیم شهبخش شهروند بلوچی که بیش از 2 ماه است در ایست و بازرسی ورودی شهر زاهدان توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی و تفهیم اتهام بازداشت شده، هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. مولوی امان الله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی، 2 عالم اهل سنت بلوچ و زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی زاهدان پس از گذشت نزدیک به 10 حبس با قید وثیقه سنگین 10 میلیارد تومانی به مرخصی اعزام شدند. با گذشت 4 سال از وعده‌های مکرر مسئولان برای آسفالت خیابان‌های محلی برفی در شهرستان میرجابه، این منطقه متاسفانه همچنان بدون آسفالت و در شرایط غیر بهداشتی رها شده است. موسی فولادی شهروند بلوچ اهل و ساکن منطقه آهوران در ایست و بازرسی ورودی شهرستان ایرانشهر در محور ایرانشهر به سرباز توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این بازداشت بدون ارائه حکم قضایی و بدون تفهیم اتهام صورت گرفته است و بستگان موسی فولادی تا کنون هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او ندارند. مأموران شهرداری ایرانشهر با حضور در محدوده فلکی امینی‌فرد و خیابان مکران اقدام به جمع‌آوری بساط دستفروشان از جمله میوه فروشان کنار خیابان کردند. بر اساس ویدیوی دریافتی از شهروندان، این اقدام مأموران با انتقال وسایل و بار تجاری دستفروشان به داخل خودروهای شهرداری همراه بوده است. شهروندان شهرستان راسک با ارسال ویدیویی از اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان از نبود نیرو و بی‌نظمی در رسیدگی به امور مردم ابراز نارضایتی کردند. به گفته شهروندان برای انجام یک کار جزئی در اداره ثبت باید 2 هفته پیگیری کنیم. در پی وقوع زلزله اخیر در شرق افغانستان که خسارات گسترده و تلفات انسانی بسیار زیادی بر جای گذاشت، مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان طی سخنانی مردم را به همدردی و یاری رسانی به آسیب دیدگان فراخواند. 2 برادر نوجوان بلوچ در روستای تهلاب واقع در نوار مرزی شهرستان میرجابه بر اثر انفجار مین کاشته شده توسط سپاه جان خود را از دست دادند. هویت این 2 برادر نوجوان بلوچ جان باخته شکرالله ایجباری 16 ساله و مهرالله ایجباری 15 ساله احراز شده است. گفتنی در این منطقه هیچ علائم خطر یا حتی تابلوی هشدار نصب نشده است. تصاویر منتشر شده از ایران شهر نشان می‌دهد که قلعه تاریخی ناصری، یکی از مهمترین بناهای خشتی و شاخص این شهرستان، در حال تخریب و ریزش است. دیوارهای این قلعه که بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی بلوچستان محسوب می‌شوند، به شدت فرسوده شده و بخش‌هایی از آن هم ترک برداشته و در حال فرو ریختن است.
به گزارش هالبرش، پاسگاه بیشمنت شهرستان کنارک که چندین سال در حال ساخت بود فعال شده و نیروهای یگان تکاوری موسوم به مرصاد در مستقر شده‌اند. شهروندان روستای ده رئیس از توابع بخش پسگو شهرستان سیبوسوران با انتشار ویدیویی از تداوم محرومیت این روستا از نعمت برق‌رسانی خبر دادند. موضوعی که با وجود 8 سال وعده مسئولان همچنان بی‌نتیجه مانده است. جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان با انتشار متنی نسبت به شرایط نامناسب خوابگاه‌ها به ویژه در فصل امتحانات اعتراض کردند. این دانشجویان گفتند که سیستم‌های تهویه و فن‌های کولر خوابگاه‌ها عملاً از کار افتاده و در گرمای شدید زاهدان ماندن در اتاق غیرقابل تحمل شده. آنان تاکید کردند که این شرایط آرامش روانی و امکان مطالعه برای امتحانات را از اتاق‌ها و دانشجویان گرفته است. یکی از فرماندهان بومی اطلاعات سپاه در شهر پیشین واقع در شهرستان راز توسط افراد مسلح هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. هویت این فرمانده بومی اطلاعات سپاه ایرج شمس فرزند محمد کریم اهل و ساکن پیشین احراز شده است. جیش العدل مسئولیت کشته شدن این فرمانده بومی اطلاعات سپاه در پیشین را بر عهده گرفته. جمعی از شهروندان، بزرگان و معتمدین کوهستان تفتان با اشاره به بیانیه‌ای نسبت به ادامه فعالیت معدن طلای پارس تامین و پیامدهای آن برای محیط زیست، منابع آبی و سلامت مردم هشدار دادند. در این بیانیه آمده است که بهره برداری‌های غیرقانونی و بدون توجه به مصالح عمومی منجر به خشکی قنات‌ها، بروز بیماری‌های گوارشی و سرطانی در میان اهالی، مرگ دام‌ها و حتی تخریب گسترده محیط زیست در تفتان شده. معترضان همچنین تاکید کردند که به جای اشتغالزایی و توسعه، آنچه به مردم رسیده تنها آلودگی، پرونده‌سازی برای جوانان معترض و حتی تهدید علیه بزرگان طوایف بوده است. شماری از شهروندان بلوچ در مقابل تیپ سلمان وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران در زاهدان تجمع کرده و نسبت به بستن گذر مرزی روتک اعتراض کردند. معترضان خواستار بازگشایی این گذر مرزی و توقف اجرای طرح موسوم به طرح تانکری شدند. به گزارش هالبرش، یک شهروند بلوچ در تماس با این رسانه اعلام کرده که مأموران پلیس راه در محور کهنوش به بندرعباس او را به دلیل پوشش بلوچی و شماره پلاک خودروی مربوط به زاهدان متوقف کرده و با الفاظ توهین آمیز مورد خطاب قرار دادند. به گفته این شهروند، مأموران بدون هیچ گونه استعلام قانونی مدارک خودرویش را ضبط و خودرو را به پارکینگ منتقل کردند. به افزود پس از 3 ساعت مأمور پلیس دوبار به من توهین کرد و در نهایت کلید خودرو را جلوی من انداخت و گفت گم شو بلوچ. رضا آرمیان، شهروند اهل زابل در شهرستان قائنات استان خراسان جنوبی، مورد ضرب و شتم شدید نیروهای نظامی لباس شخصی قرار گرفت و دچار آسیب شد. ماجد دعاگو، شهروند کارگر بلوچ در روستای دزبگان از توابع شهرستان سرباز توسط نیروهای لباس شخصی وابسته به اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. روز دوشنبه 17 شهریور ماه 1404 نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در منطقه کلگان از توابع شهرستان گلشن یک گروه حدوداً 120 نفر از مهاجرین افغان شامل زنان، مردان، کودکان و سالمندان را بدون هشدار قبلی هدف رگبار مستقیم قرار داد که منجر به کشته شدن دست کم 6 تن از آنها و مجروح شدن 5 تن دیگر شده. جمعی از داوطلبان بومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش در حوزه سیبوسوران با ارسال پیام‌های مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به سوء استفاده برخی افراد غیر بومی از سهمیه بومی اعلام کردند. این داوطلبان گفتند که متاسفانه عده‌ای از افراد غیر بومی برخلاف مقررات و با ادعاهای نادرست خود را بومی معرفی کرده و از امتیاز ویژه سهمیه بومی بهره مند شدند. این اقدام باعث تضییع حق مسلم فرزندان بومی منطقه شده است. مولانا عبدالحمید در مراسم تعزیه مسعود قنبرزهی زندانی بلوچی که در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد حضور یافت و سخنانی در این مراسم ایراد کرد. مولانا با ابراز همدردی با خانواده داغدار قنبرزهی گفت که در جریان جزئیات این پرونده بوده
و بارها شخصا تاکید کرده که مسعود بیگناه است. به افزود مسعود قنبرزهی بارها بر بیگناهی خود اصرار کرده بود و در طول سالهای رسیدگی به پرونده همواره انکار کرده که در قتل هیچ نقشی نداشته است. در پی رها شدن یک گودال عمیق توسط شرکت گاز در روستای سیف‌آباد از توابع شهرستان لاشار، دست کم 70 رأس بز و گوسفند اهالی این روستا داخل گودال سقوط کرده و تلف شدند. این دام‌ها تنها منبع معیشت بسیاری از خانواده‌های این روستا بودند. به گزارش رصد بلوچستان، مردم بلوچ در اعتراض به سقوط گسترده ارزش ریال در برابر دلار و گرانی روزافزون کالاهای اساسی اقدام به رنگپاشی بر روی دستگاه‌های آبربان کردند. این اقدام اعتراضی نمادی از خشم و نارضایتی مردم نسبت به بحران اقتصادی، کاهش توان خرید و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی حکومت ایران ارزیابی می‌شود. ندارید رفراندوم بگذارید، رفراندوم و ناظران بین‌المللی یک رفراندوم عاجل برگزار کنید. بسیار سپاسگزارم از همکاران خوبم در اتاق فرمان که اخبار یک هفته گذشته حوزه بلوچستان رو به سمع و نظر شما عزیزان رسوندن. بیدرنگ میریم سر وقت مهمان عزیز برنامه جناب آقای عبدالله عارف، فعال حقوق بشر بلوچستان. جناب آقای عارف خوش آمدید به برنامه خودت. همونطور که مستحضر هستید به هر حال صدای دادخواهی و تظلم‌خواهی مردم بلوچستان سالهاست که طنین انداز شده در تمام دنیا. به هر حال همه کسانی که دنبال حقوق بشر هستند، دنبال ایفای حقوق بشر هستند و بخصوص کسانی که در درون جامعه بلوچستان این موضوع مهم رو دارن پیگیری میکنن، واقفاً بر این اصل مهم که امروز در بلوچستان شاهد یک تبعیض سیستماتیک هستیم، شاهد کشتار هستیم، شاهد اعدام هستیم، شاهد هر آن چیزی که تحت عنوان اقدامات فراقانونی ازش نام میبریم در بلوچستان هستیم. اما هرگز پاسخی برای این صدای عدالت‌خواهی و تظلم‌خواهی به مردم بلوچستان داده نشده. از جمله دیگه نمونه بارز و کاملش همین جمعه‌های خونین زاهدان و خاش است، تا اعدام‌هایی که در بلوچستان شکل میگیره، تا وضعیت سوخبران، دانش آموزان و دیگر کسانی که به نوعی در بلوچستان در سخت‌ترین شرایط معیشتی دارن زندگی میکنن. به هر حال شما یک کنفرانسی رو داشتید در لندن تحت عنوان کنفرانس باسک و به نوعی در تلاش بودید، مجموعه کاری شما و مجموعه دوستان شما، تا این صدای تظلم‌خواهی ملت بزرگ بلوچ رو به گوش جهانیان برسونید. اولا در رابطه با این کنفرانس بیشتر میخوایم بدونیم، حالا به هر حال چندی قبل این کنفرانس برگزار شد و اینکه اهمیت برگزاری چنین کنفرانس هایی چی میتونه باشه و چه اثراتی میتونه در جوامع حقوق بشری جهان داشته باشه. بله، سلام خدمت شما آقای ثوری و همچنین بینندگان گرامی از هر کجا هستند، بینندگانی که برنامه سیمای بلوچستان رو نگاه میکنن. بله آقای ثوری، حقیقتش ما یک کنفرانسی داشتیم توسط سازمان باسک برگزار شد. سازمان باسک یک سازمانی که تازه تأسیس شده، یک سازمان پژوهشی و دادخواهی بلوچ هستش که بر اساس بر روش در واقع بررسی و مطالعه قضایا رو پیش میبره. مثلا کنفرانسی که برگزار شد در مورد اعدام‌های بلوچستان بود، چون بیشتر گزارش‌هایی که مثلا برای اعدام منتشر میشن آمار اعدام رو میدن، آمارهای خیلی بالایی هست که از بلوچ‌ها در ایران اعدام میشن. اما ما در باسک اومدیم
بررسی کردیم پیامدهای این اعدام ها. یعنی در مسئله اعدام تنها یک نفر اعدام نمیشه، بلکه در یک خانواده از بین میره. در این سازمان ما یه بخشی داریم به نام بخش مطالعات هست که بر روی ایران و خصوصا بلوچستان مطالعات انجام میده و میخواد این مطالعات رو با سازمانهای بالاخره بین المللی که در واقع خیلی در این زمینه ها کار میکنن، حالا زمینه زنان، زمینه کودکان، زمینه حقوق بشر و اعدام ها به صورت تخصصی کار میکنن، ما میاییم مسائل نقض‌هایی که در بلوچستان میشه به صورت خیلی ریشه‌ای اونا رو بررسی میکنیم. یک مثال خیلی کوچک و سریع میدم. مثلا وقتی که یک بلوچ اعدام میشه، در واقع یک خانواده اعدام میشه. خانواده از نظر اقتصادی از بین میره، حالت روانی و زندگی زن و بچه، پدر، مادر این شخص اعدام شده اصلا مورد توجه تا حالا قرار نگرفته یا منتشر نشده این وضعیت ها. ما در این کنفرانس سعی کردیم این موارد رو با آمار منتشر بکنیم، از این اعدامی ها چقدر متأهل بودند. خب مثلا برای در مورد اعدام های سال 2024 بیش از تقریبا 80% اعدامی ها متأهل بودند، یعنی خانواده دار بودند، نان آور خانه بودند. تو وقتی که 80% این نان آورها رو در واقع اعدام میکنی، صدها نفر اگر هزاران نباشن، چند هزار نباشن، کلا دارن از بین میرن. میانگین بعدن اومدیم بررسی کردیم تعداد افراد این خانواده ها رو، مثلا میانگین هر خانواده 5 نفر بوده که این نان آور اعدام شده و کسی نیست که این سرپرستی این خانواده ها رو با عهده بگیره. خب زن چه کار میکنه، خانم چه کار میکنه؟ هر خانواده حداقل از 3 تا 4 تا 5 تا بعضی تا 6 تا بچه دارن. خب کودکن، در واقع بزرگسال هم نیستند، زندگی اونا نابود میشه. ما سعی کردیم در باسک، در سازمان باسک این موارد رو بررسی بکنیم و هایلایت بکنیم و به سازمانهای حقوق بشری که در این زمینه کار میکنند ارائه بکنیم. به خاطر این وقتی که بررسی و داده ها خیلی گسترده تر باشه و با دیتیل بیشتر باشه، در واقع سازمان های بیشتری مورد توجه این مسئله رو مورد توجه قرار میدن و سعی میکنند که این مسائل رو پیگیری بکنن تا حجم همون تبعیضی که شما فرمودین یا همون نقض حقوق بشری که در بلوچستان داره اتفاق میفته به صورت خیلی واضح‌تر و خیلی به اصطلاح گسترده تر میتونیم اونا رو ارائه بکنیم و مردم گرچه دارن این چیزها رو میبینن اما بقیه سازمان ها ببینن، سازمان هایی که به حقوق کودکان اهمیت میدن، سازمان هایی که به حقوق زنان اهمیت میدن. خب به خاطر همین اعدام ما بزرگترین چالشی که در بلوچستان، یکی از چالش ها در واقع بزرگترین چالش هم یکی از بزرگترین چالش ها خب اعدام هستش. با این اعدام در واقع زنان دارن به اصطلاح با مشکل مواجه میشن، کودکان و فرزندان این اعدامیان با مشکل مواجه میشن، پدران و مادران این اعدامیان با مشکل مواجه میشن. خب آیا دولت ساپورتی به این خانواده ها میده؟ آیا جامعه مدنی اگر هم میخواد در بلوچستان جامعه مدنی اینا رو ساپورت بده نمیتونه، اون توانایی رو نداره و اصلا دولت اجازه رشد جامعه مدنی که بتونه ساپورتر مردم بلوچ باشه اجازه نمیده در داخل ایران. ما در باسک اومدیم این مسائل رو بررسی کردیم و این آمارها رو در آوردیم و به صورت خیلی ریز این مسائل رو در آوردیم که یک اعدام چقدر ضرر داره بر جامعه، نه تنها بر جامعه، نه تنها بر خانواده، حتی بر خود جامعه بلوچستان ضرر داره. خب این اعدام ها موجب شده مثلا که یک ترسی در بلوچستان میخوان در بین مردم ایجاد بکنند. ما وقتی میایم این اعدام ها رو بررسی میکنیم میبینیم که ایران وقتی میخواد دولت ایران وقتی میخواد مردم ایران رو به صورت عمومی تنبیه بکنه یا بترسونه، میاد سراغ بلوچ ها و اونا رو فله‌ای اعدام میکنه چون کسی پاسخگو نیست. ما در آوردیم وقتی که آمار اعدام ها در یک بره زمانی خیلی بالا میره، میبینیم که پیامد اون چون اعتراضی در فلان شهر داره انجام میگیره یا قرار اعتراضاتی بشه یا قراره که ایران میخواد
سر یک مسئله دیگه سرپوش بذاره میاد اعدام ها در بلوچستان به صورت فله‌ای 20 نفر 10 نفر 16 نفر و حتی به صورت انتقامی اعدام میکنه تا اون مسئله که در اون وقت در حال جریان هست، چه اعتراض هست چه مسئله سیاسی هست، زیر شعاع این اعدام قرار بگیره که بلوچ ها رو به عنوان یک گروگانی در یک استانی نگر داشته برای پیش بردن اهداف خودش هر از چندگاهی چند نفر از بلوچ ها رو میاره اعدام میکنه. در خبرها اشاره شد به خاطر اینکه شخص بلوچ بوده ماشینش توقیف شده، مورد اهانت و تحقیر قرار گرفته در یکی از ایست بازرسی ها. خب این دیدگاه دولت است و دیدگاه در واقع دستگاه های امنیتی و نظامی و پلیسی این دولت هست. در این کنفرانس خانم مایساتو اومدند و شرکت کردند و به مسئله اعدام بلوچستان و اعدام بلوچ ها اشاره کردند که تعداد خیلی زیادی از بلوچ ها دارن اعدام میشند. البته ایشون هم یه سری به نقطه نظرهایی هم داشتند، گفتند وضعیت بلوچستان رو درک میکنن، وضعیت عمیق امنیتی رو خیلی درک میکنن اونجا، ولی با این حال گفت ما با مشکلاتی مواجه هستیم در بلوچستان. یه پیامی رسوندند ایشون و گفتند که ما امیدواریم خانواده های اعدامیان ساکت نشینن، نزدیکان دوستان اعدامیان ساکت نشینن. دقیقاً اتفاقاً سوال بعدی ما هم در همین رابطه است. جناب یارف ببینید شما حالا این نکته رو داشته باشید، بسیار مهم هست این که خانواده کسانی که عزیز خودشون رو به نوعی از دست میدن اینها نبایستی سکوت بکنن. همونطور که خانواده های داغدار و جمعه های خونین میبینیم اکثرشون روی همون حق دادخواهی خودشون محکم ایستادن و با اینکه فقر و همه اون چیزی که در بلوچستان ما در خانواده‌های مختلف شاهد هستیم، اینها حاضر نشدن برن دیه بگیرن و در قبال دیه از خون عزیزان خودشون بگذرن. ببینید ما الان یه مشکل در رابطه با همین مسئله خانواده‌های داغدار و دادخواه در بلوچستان داریم. ما مشکل اساسیمون همین جمع‌آوری مستندات در رابطه با این موضوع است. خب موضوع بسیار مهمی است، موضوع انسانی است که بایستی در این رابطه عمیقاً کار بشه، تلاش بشه و شما هم پا در این میدان گذاشتید و صادقانه دارید کار میکنید. اما سوال من اینجاست، ضمن اینکه شما کلام خودتون رو کامل منعقد میکنید، اینکه ما در اون شرایطی که به هر حال میبینید کیفیت اینترنت در بلوچستان در نسبت به سایر نقاط کشور بدتر از همه است، ما یه سری مشکلات عمیق تاریخی در بلوچستان داریم که برمیگرده به بیسوادی که وجود داره دیگه در جامعه بلوچستان، نبود مدرسه و عدم تشویق دولت‌های مختلف در بلوچستان برای اینکه دانش آموزان درس بخونن و همین امروز یه معضلی شده برای اینکه صدای تظلم خواهی و عدالت خواهی به صورت مدنی خوب منتشر نشه و نتونن اون گونه که باید و شاید بیان صدای خودشون رو بلند بکنن. این مشکل وجود داره. حالا شما برای رفع این مشکل و برای جمع آوری مستنداتی که در رابطه با خانواده های اعدامی ها وجود داره و به هر حال کسانی که تحت هر عنوانی توسط حکومت عزیز خودشون رو از دست دادن، این تنها اعدامیان نیست، مسئله سوختبران هستن، قتل‌های مشکوکی که در بلوچستان صورت میگیره. به هر حال هر هفته‌ای که شما شاهد هستید میبینید که چه قتل‌هایی در بلوچستان انجام میشه، حالا قتل‌هایی که در بین طوایف شکل میگیره که با اسلحه حکومتی داره صورت میگیره و با تشویق و ترغیب خود حکومت و راهنمایی حکومت داره شکل میگیره و اینها همه هستن که اگر اینها رو جمع بزنید میبینید که یک رقم هنگفتی از انسانهای شریفی که در بلوچستان هستن جان خودشون رو اینگونه از دست دادن و همونطور که شما اشاره کردید هر کدوم از اینها یک خانواده، یک ایل، یک تبار داره و همه اونها به نوعی درگیر این موضوع هستن. با این مشکل شما چگونه به حساب برخورد میکنید و چگونه و چه راهکاری رو دارید تا فائق بیان مردم بلوچستان و کسانی که میخوان صدای حق طلبی خودشون رو بلند بکنن این صدا به گوش جهانیان برسه؟
بله، حقیقتش این مشکل بزرگی هست که در بلوچستان حتی سازمان‌های حقوق بشری یا خصوصا سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان عفو بین‌الملل و بقیه سازمان‌ها اینو در بلوچستان ملاحظه کردن. خب همیشه با ما هم صحبت کردن سر این مسئله که ما در بلوچستان دسترسی به آمار خیلی سخت هست. مسئله‌ای که ما همیشه مطرح می‌کنیم و میگیم که آخر فشار امنیتی در بلوچستان اینقدر وحشتناک هست که در جای دیگه نیست و همون موردی هم که شما فرمودید مسئله بیسوادی هم هستش. در واقع چندین نسل بیسواد در بلوچستان منتشر شده، خب تأثیر خودش رو گذاشته. این مسئله حقیقتش قابل حل هست. الان سوشال میدیا هست، درست اینترنت ضعیفه، سوشال میدیا هست و بیشتر مردم در سوشال میدیا هستن، منتها این کار الان به عهده بقیه سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق بشری بلوچ هستش. ما در واقع دو تا لاین داره. یک لاینش اینه که سازمان‌های حقوق بشری و فعالان رسانه‌ای باید هدف خودشونو به جای اینکه فقط آمار بگیرن و سعی بکنن که مسائل نقض حقوق بشر رو در کنار مسائل به اصطلاح ثبت مسائل موارد نقض حقوق بشر بیان مسئله آگاه سازی مردم کار بکنن، تقویت جامعه مدنی کار بکنن. همچی برنامه‌های من شنیدم هنوز هست، بعضی از دوستان فعال حقوق بشر یا گروه‌های حقوق بشری میخوان این کار رو انجام بدن که برنامه‌های آگاه سازی و تقویت جامعه مدنی و اهمیت این که مردم بیان آمار خودشونو بدن و ما الان در صدد هم هستیم آماری جمع‌آوری بکنیم. تنها این آماری که الان کشته هم میشن نیست، میتونه چون حقوق بشر با به اصطلاح تقادم یا پیشرفتن ساقط نمیشه. حتی کسایی که در 10 سال پیش کشته شدن، 15 سال پیش اعدام شدن، کشته شدن، ناپدید شدن یا توسط افراد ناشناسی هم ترور شدن که شاید هم وابسته به دولت بودن این ترور کنندگان، حتی آمار اینا باید خانواده هاشون یا دوستاشون به سازمانهای حقوق بشری منتقل بکنن، بگن 10 سال پیش پسر ما، برادر ما، دوست ما توسط نیروهای انتظامی سر یک ایست بازرسی مورد تیراندازی قرار گرفت و کشته شد و آمار داده هایی که نیاز هست به این سازمان ها برسن. جمع‌آوری این داده ها در واقع کمک میکنه تا یک دیتابیسی در واقع از نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بر علیه بلوچستان تهیه بشه و تشکیل بشه و سازمان بین الملل و سازمان بین المللی حقوق بشر این مسئله رو بیشتر میتونن روش کار بکنن که مسئله اعدام ها در واقع تنها به هر سال نیست، بلکه یک چرخه، یک بازه زمانی خیلی بلندی از 10 سال از 15 سال هست که حقیقتش من از اینجا میخوام اعلام کنم که نیت داریم ما گروهی از دوستان فعال حقوق بشر در این زمینه جمع‌آوری داده های اعدام و کشته شدگان کار خواهیم کرد و اینو اعلام خواهیم کرد در این زمینه. اما مسئله دوم همونجوری که من گفتم مسئله آگاه رسانی مردم هست. مردم باید درک بکنن. درسته خیلی از مردم این مسئله رو میگن خب چه کار در واقع چه تغییری ایجاد میشه، چه میشه کرد، آیا چه تأثیری داره اصلا در واقع این مسئله که ما این آمارها رو بدیم. درسته شاید در کوتاه مدت تأثیری نداره، اما این عزیز شما توسط دولت از بین رفته. جمع‌آوری این داده ها کمک میکنه که این دولت در دراز مدت مورد محکومیت محکوم بشه و پروسه مسئله حقوق بشر و پروسه کارهای حقوق بشری هیچ کوتاه نیست. متاسفانه بازدهی یا جواب کوتاه مدت نداره، شاید سالها طول بکشه. ما خیلی از موارد رو داریم که بعد از 10 سال، بعد از 30 سال، 40 سال از جمع‌آوری داده ها و در واقع جمع‌آوری نقض حقوق بشر این مسئله جواب داده و فاعلان آن به سزا رسیدن یا اینکه حداقل دنیا قبول کرده که این جنایت اتفاق افتاده و این جنایت ضد بشریت بوده. مسئله بوسنه و هرزگوین رو داریم که در واقع اون قاتلان سرب رو محکوم کردن در نهایت، گرچه چندین سال طول کشید. در آفریقا همچین مواردی داریم. مسئله حقوق بشر یه مسئله خیلی طولانی مدتیه، بازدهی کوتاه نداره. به همین خاطر بعضی از مردم
حتی خود دولت در واقع این شبهه رو القا میکنه. خب چه فایده داره این مسائل رو مطرح بکنیم؟ هیچ تغییری ایجاد نمیشه، چون تو وقتی که خانواده یک قربانی هستی و این مسئله رو مسئله نقض حقوق بشر خودتو مطرح نکنی و به سازمان ها نرسونی، در واقع این به نفع دولت خواهد بود. درسته این نقض اتفاق افتاده، گذشته رفته، اما اینکه دلایل رو داری و داده ها رو داری، باید برسونی به اون سازمانی که رو اون کار میکنه. اگر نرسونی در واقع این به نفع دولت خواهد بود. بقیه جهان نخواهند دونست، در واقع نمیدونن که چه اتفاق افتاده و چه داره اتفاق میفته. به همین خاطر شاید ما امروز جواب نگیریم، ولی فرزندان ما در آینده جواب خواهند، 100% جواب خواهند گرفت که همچین جنایت هایی در حق پدران و پدربزرگان ما اتفاق افتاده و این خودش در واقع یک گامی از مبارزه بر علیه ظلم هست و بر علیه نقضی که برای بلوچ ها اتفاق میفته. کار در واقع زیاد میخواد، کار آگاه رسانی، کار تقویت شناخت حقوق شخصی. مشکلی که ما در بلوچستان داریم، خیلی از مردم هنوز حق شهروندی خود رو نمیدونن، حقوق خود رو نمیدونن. البته مقصر نیستن، ما تقصیر رو مردم نمیذاریم، سیستم اینجوری بوده. متاسفانه سیستم جمهوری اسلامی کاری کرده که مردم متوجه این حقوق نشن و خود در بلوچستان فقر و فلاکت و بیسوادی اینقدر زیاد بوده که مردم بیشتر سرگرم به دست آوردن یک نان، در واقع لقمه نان، اونم با گذشتن از جان خود هستن و بودن. به همین خاطر این نقص رو ما در بلوچستان داریم. اما این واجب، در واقع وظیفه فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و فعالان رسانه‌ای یا سوشال میدیا هستش که این مسئله رو در واقع روش کار بکنند و این مردم رو در داخل تشویق بکنند که از حقوق خود نگذرن. این یک طرف قضیه است. اما مسئله است که من همیشه تکرار کردم، متاسفانه وقتی که بلوچی زندانی میشه یا حکم اعدامی صادر میشه، مزدوران دولت شروع میکنن به کار کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنید. افراد سپاهی که به نام سپاه سعی میکنن دلالی بکنن در این وسط و دار و ندار خانواده ها رو میگیرن که ما حکم اعدام رو ساقط میکنیم ولی شما اصلا خبر ندین، رسانه‌ای نکنید. این افراد در واقع بازم شریک جرم جمهوری اسلامی ایران هستند که میخوان این مسئله ساکت بمونه تا این اعدام ها اتفاق بیفته و این حقیقتش یک مورد دو مورد نیست، بیشترین موارد به همین صورت ساکت میمونه تا اینکه خانواده ها در نهایت متوجه میشن که حکم اعدام صادر شده یا متوجه میشن که عزیزشون به قرنطینه منتقل کردن و دیگه فردا یا پس فردا اعدام میشه. دولت متاسفانه این رژیم در همه زمینه ها داره کار میکنه که صدای مظلومیت یا صدای دادخواهی مردم همیشه خاموش بمونه. به همین خاطر نیاز هست که مردم در واقع ساکت نشینن. ما امروز اگر میبینیم که خانواده های کشتگان جمعه خونین با تلاش بسیار گسترده دولت در ساکت کردن و خاموش کردن این پرونده که موفق نشده هنوز هستن، این در واقع یک تشویقی برای بقیه مردم، برای هر بلوچی که از حق خود نگذره. و من بلکه میگم عزیزان بلوچی که عزیزان خودشون رو در سالهای 10 سال 5 سال یا بگیم حتی تا 20 سال گذشته یا از اول انقلاب از دست دادن، امروز میتونن این وقایع رو ثبت بکنن و رصد بکنن و به سازمانهای حقوق بشری برسونن که این کار انجام بشه. یک کار خیلی بزرگیه. در واقع ما یک موسوعه یا یک داده‌بیس بزرگی خواهیم داشت از جرم و جنایت هایی که جمهوری اسلامی ایران در حق بلوچ در طول 40 سال 45 سال انجام داده و اینو میتونیم به صورت خیلی رسمی و خیلی در واقع حرفه‌ای ثبت بکنیم و این رو سازمان‌های حقوق بشری قبول خواهند کرد تا خواهند دید که
این مسئله تنها یک نقض حقوق بشر ساده نیست، تنها اعدام ساده نیست، بلکه نسل کشی است، بلکه یک نسل کشی در حق یک ملت هستش. بسیار بسیار سپاسگزارم. اینجا هم توضیح بدم خدمت بینندگان عزیز، در پارت بعدی من سعی میکنم پیام هایی که رسیده رو بخونم برای شما و به هر حال موضوعاتی که مطرح کردید رو اینجا بیان بکنم. در فوای صحبت های شما جناب عارف چند نکته اساسی وجود داشت که به هر حال میطلبد که خانواده ها و همه عزیزان و به هر نوعی هر کسی که در جامعه بلوچستان و برای مردم بلوچستان احساس دلسوزی میکنه بایستی فعالانه وارد این عرصه بشه و هزینه نقض حقوق بشر رو برای حاکمیت بالا ببره. این میتونه خیلی جلوگیری بکنه از بسیاری از اون رفتارهایی که در بلوچستان صورت میگیره. امروز گلایه‌ای هم وجود داره نسبت به برخی از افرادی که در فضای مجازی فعالیت میکنن. میبینیم حالا مثلا فرض کنید میان یه جوکی میسازن، حالا یه دوربین مخفی به قول خودشون میسازن، یا یه برنامه‌ای میسازن، یا یه دعوتی میکنن، یا همراهی میکنن با حاکمیت. ببینید اینها هرگز نیومدن یک بارم که شده وارد این عرصه بشن که آقا هر جایی که شما نقض حقوق بشر شد، هر جایی که به شما توهین شد، هر جایی که شما مورد ضرب و شتم قرار گرفتید، هر جایی که رفتار راسیسمی غیر انسانی نژاد پرستانه نسبت به شما شکل گرفت، ما حاضریم صدای شما باشیم. یعنی اینجاست که ما گله‌مندیم از این گونه افراد که خب به هر حال اتهاماتی هم به اینها وارد هست، اینکه اینها خودشون حکومتی هستن، اینها خودشون تحت عنوان مخابرات حکومت دارن کار میکنن. خب اینا وجود داره. وقتی شما هم صدایی نمی کنید با مردمی که رنج اونها رو دارید میبینید که بچه های بیشناسنامه دارن از همه هستیشون ساقط میشن، بچه های بازمانده از تحصیل به همین صورت، بچه هایی که کودکان کار به همین صورت، بچه های سوختبری که به هر حال زنده در آتش میسوزن به همین صورت، خانواده های اعدامی که پس از اعدام رها شدن در جامعه. همه اینها رو با چشم میبینید و لمس میکنید و سکوت میکنید و بعد میاد یه سری چیزهایی رو تبلیغ میکنید که دامن اون دامنه آتش به وجود اومده در بلوچستان رو گسترده تر میکنه. خب قاعدتاً نبایستی شما بیاید بگید آقا من مبرام از این اتهاماتی که به ما زدن. شما بایستی صدای مردمی باشید که فریادرسی ندارن. جناب عارف بلوچ ما بگیم یا عارف عرضم به خدمت شما عبدالله عارف، البته بلوچ هم بگیم بد نیست دیگه، ما شما رو گاهم به نام بلوچ میشناسیم. جناب عارف ببینید ما الان میخوایم به اینجا برسیم. کنفرانسی سازمان باسک برگزار کرد در لندن، به هر حال نماینده ویژه حقوق بشر در امور ایران اونجا حضور پیدا کرد و خیلی ها هم اومدن اونجا نشستن و شما هم بیان کردید دردهای این مردم رو. میخوایم اثرات این رو و تأثیرات اون رو بر مجموعه آن چیزی که تحت عنوان حقوق بشر ما ازش نام میبریم، چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه داخلی، از زبان شما بشنویم. حقیقتا بله، البته قبل از همه چیز فرق نمیکنه. بله در نهایت من بلوچم، حالا چه عارف باشه چه بلوچ باشه، که بلوچ هستم و افتخاری است بلوچیت. ببینید مسئله این کنفرانس در واقع اگر در مورد اثراتش بگیم، اثرات مثبتی که داره، چون هدف ما این است که ما به مراکز تحقیقاتی که در غرب هست برسیم. ما سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی داریم، مثل سازمان عفو بین‌الملل که حاضر بودن در این کنفرانس و همچنین هیومن رایتس واچ هم که حاضر بودن در این کنفرانس. این سازمان‌ها در واقع دارن پیگیری می‌کنند، گرچه همیشه گلایه دارند که
مسئله بلوچستان با اینکه همیشه حساس هست و میگن که خیلی مورد اهمیت هست براشون، اما همیشه گلایشون این هست که رسیدن به افراد در بلوچستان خیلی سخت هستش. این گلایه رو که همیشه دارن. اما در واقع اگر بگیم دستاوردی داشته این است که ما تونستیم با یک دانشگاه، در واقع با یک بخشی از دانشگاه، این چون کنفرانس در دانشگاه برگزار شد و با بخش ایران دانشگاه نشستیم و صحبت کردیم و همچنین این در واقع این مسئله رو مطرح میکنه که در غرب سازمان‌های به اصطلاح مطالعاتی هستش و سیاستمداران غرب، کشورهای غربی، حتی سازمان‌های حقوق بشری غربی همیشه مرکزهای مطالعاتی، در واقع چیزی که مرکزهای مطالعاتی در غرب اونا رو مطرح میکنند براشون مورد اهمیت قرار داره و سعی میکنند که این مسائل رو پیگیری بکنند و روشون هم کار بکنند. که ما در سازمان باسک هم سعی کردیم که به این مراکز تحقیقاتی برسیم، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و مطالعاتی سیاسی و انسانی و حقوق بشری برسیم که بتونیم در واقع خواسته های اونها رو برآورده بکنیم، چون این سازمان ها معمولا تنها به یک سری گزارش های عمومی که صادر میشه اکتفا نمی کنند، بلکه گزارش هایی می خواهند که به صورت خیلی ریز مسائل رو مورد تحلیل قرار داده و مورد بررسی قرار داده. که ما این مسئله رو به عهده خود گرفتیم که حداقل خدمتی است که برای بلوچستان انجام بدیم، سعی بکنیم کار بیشتر در این مسئله، در این زمینه انجام بدیم. در کنار اینکه آمار، بقیه سازمان‌های بلوچی هستند که آمار رو ذکر می‌کنند، کمپین فعالین بلوچ هست، حالوش هست، رسانک هست، گروه حقوق بشر بلوچستان هست که این کارا رو انجام میدن. ما در واقع در تکمیل این پروسه میایم به صورت خیلی ریزتر این گزارش ها رو مورد تحلیل قرار میدیم، چون سورس ما در واقع گروه حقوق بشر بلوچستان هست یا رسانک هست یا حالوش هست که اینا رو زمین دارن کار میکنند. اما ما میایم خیلی به صورت گسترده تر و ریزتر این مسئله رو مورد بررسی قرار میدیم و بر اساس همون سازمان‌های بین‌المللی که میخواهند یا سازمان‌های مطالعاتی میخواهند دست اونها برسونیم. این یک طرف مسئله است که خیلی از اون استقبال شده. و مسئله دوم اینه که دانشگاه‌هایی که در غرب هست، ما با دانشگاه‌های بریتانیا نیت داریم که شروع بکنیم. دانشگاه‌هایی در واقع بریتانیا همیشه پروژه‌هایی در مورد زمینه‌های حقوق بشر دارند که می‌خواهند کار بکنند. ما دیدیم در دانشگاه‌ها همیشه پروژه‌هایی در مورد آفریقا، در مورد کشورهای آفریقایی، در مورد اقلیت‌ها، در مورد مردمان بومی، حتی موارد مختلف، چه کودکان، چه به اصطلاح زنان یا حتی افراد به اصطلاح بیشناسنامه کار کردن به صورت خیلی تخصصی. ولی تا حالا نشده در دانشگاهی ما ببینیم که این دانشگاه‌ها پروژه‌ای در مورد بلوچستان داشته باشند. ما این گزارش‌ها رو که جمع‌آوری می‌کنیم و فرستادیم، این گزارش رو فرستادیم به دانشگاه‌ها که همچین مشکلی هست و ما حاضر هستیم که در همچین پروژه‌هایی شما رو کمک بکنیم. این یک استارت خیلی جدیدیه و خیلی قوی هست که دانشگاه‌ها همچین پروژه‌های به عهده بگیرن، چون این پروژه وقتی در دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار میگیره و روش کار میشه، در واقع ده‌ها دانشجو رو این پروژه کار میکنند که یک پروژه اکادمیک میشه، یک پروژه‌ای که در واقع قابل اطمینانی از طرف یک دانشگاه معتبر جهانی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد اون پروژه در واقع کار شده و گزارش خیلی بزرگی و مهمی تهیه شده و این یک اعتبار خیلی بزرگی در این زمینه میده. حالا تنها مسئله اعدام نیست، مسئله همین کودکان بلوچی که در بلوچستان هست که هنوز وضعیت آموزششون مشکل داره، بیشناسنامه ها هستند. ما وضعیت مشکلات زنان رو هم که در بلوچستان داریم، همه این مسائل هستند. حالا چون وقتی که ما بیایم به صورت کلی گزارش تهیه بکنیم، شاید خیلی از ارگانایزیشن ها یا همون حتی دانشگاه ها زیاد براشون در واقع زیاد نه اینکه مورد اهمیت قرار نگیره، بلکه
سازمان‌ها یا دانشگاه‌ها نیاز دارند یک پروژه خاصی باشه، یک مسئله خاصی باشه که به صورت گسترده مورد به اصطلاح تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روش کار شده. ما به همین خاطر سعی می‌کنیم که این کار رو انجام بدیم و به این سازمان‌های بین‌المللی تحویل بدیم تا اونا روشون کار بکنن، که فکر می‌کنیم اینجوری هم تأثیر خیلی بزرگتری در کنار البته فعالیت‌هایی که بقیه سازمان‌های حقوق بشری بلوچستان ما دارند. و اتفاقاً از این مسئله استقبال شده، چون اساتید دانشگاه هم بودند و از این ما با دانشگاه دیگه که صحبت کردیم استقبال کردند از این گزارش و به ما قول دادن که در این زمینه بیشتر هم کار بشه، که این در واقع ما می‌بینیم یه دستاورد خیلی بزرگیه حقیقتش. بله بسیار بسیار سپاسگزارم جناب عارف. اگه موافق باشید یه چند تا پیام بینندگان رو هم که برای ما ارسال کردن رو میخونیم. دوستی پیام داده: سلام آقای سوری، مردم بلوچ با این همه ثروت خدادادی ولی فقیرترین مردم هستند. معادن طلا، نقره و مس و آلومینیوم و دریای نفت در بلوچستان هست. بلوچستان به عنوان سرزمین طلا و نقره شناخته میشه، ولی حیف دزدان زیادند، چیزی گیر مردم نمیاد. آقای سوری، خیلی مردم بلوچ فقیر هستن و چیزی ندارن، نه شغلی نه کاری، فقط ماهیانه با درآمد یارانه زندگی میکنن، زندگی خود را میگذرونن. این یارانه فقط یه آرد و یه برنج بیشتر نمیشه. خدا خودش به حال این مردم و مردم ایران رحم کنه. دوستی هم عکسی فرستاده از یک کتاب و گفته این کتاب از مولانا محمد سربازی است، معرفی بشه. خب هر حال سرچ بکنید، کتاب‌های زیادی از این بزرگوار قطعاً میتونید پیدا بکنید. دوست دیگری پیام داده: سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون. استاد عزیزم، استاد سوری عزیز، جای بسی سپاسگزاری است از شما که به نکات خیلی مهمی اشاره کردید. استاد سوری گرامی، من یه جوان بلوچ نابغه هوش هستم با معدل بسیار بالا در رشته تجربی، نفر اول در استان بلوچستان. سوالم از خامنه این است که با این که در رشته پزشکی رتبه تک رقمی آوردم، چرا به من گفتن باید برم دامپزشکی بخونم؟ علتش اینه که بنده بلوچ بودم و نمیخواستن من پیشرفت کنم و راه من رو سد کردن. الان من جوون که کشیده شدم سمت سوختبری و مرگ ما جوونها رو خودشون تضمین کردن. علتش اینه که نمیخوان ما بلوچ ها پیشرفت کنیم و در فقر مطلق بمانیم و اینجا ما ملت بلوچ گناهی نداریم، چون خودشون میخوان جوونها پیشرفت نکنن و ما نکنن و به مرگ ما راضی هستند. خب پیامتون خیلی طولانیه و من خب حالا آخرش رو میخونم. آخرت هم خدا خیر اینها رو خواهد گرفت. جلوی پیشرفت ما رو گرفتن و به هر حال به نتیجه نرسیدن. بچهای خودشون هم که مغز خالی هستن، خارج از ایران هستند و به این مسئله اشاره کردید. دوست عزیز، پیامتون خیلی طولانی بود ولی خب من پیام شما رو سعی کردم بخونم. دوست دیگری پیام داده: سلام علیکم استاد سوری عزیز. استاد، این رژیم تمامیت خواست و تا جایی که امکان دارد میخواهد همه چیز را برای خودش باشد، یعنی همان چند نفر از اطراف خامنه‌ای. استاد، بعضی از روافض بر این عقیده‌اند که مردم طاقت پولدار شدن را ندارند و طغیان میکنند، مگر کسی حق دارد به این دلیل حق کسی را پایمال بکند. حالا با توجه به اینکه ضیق وقت هست و سوال اصلی و محوری ما هم باقی مونده، میریم سراغ مهمان برنامه‌مون جناب عارف. نکته‌ای که خیلی خیلی حائز اهمیت هست، به هر حال من در مقدمه عرایزم عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، ما در آستانه مهرماه قرار داریم و مسئله جمعه خونین هست و حق دادخواهی مردم و به خصوص خانواده‌های داغدار که هنوز پابرجاست و این خونهایی که بر زمین ریخته شده به ناحق، 100 نفر فقط در زاهدان، حدود 23-4 نفر در خاش، چندین برابر حدود 300 نفر معلول و زخمی داشتیم که تا آخر عمر این زخمهای اون روز بر تن اینها
باقی خواهد بود. و به هر حال چقدر این پرونده هنوز در اون جامعه حقوق بشری و در سازمان شما و دیگر نهادهای حقوق بشری باز است و روی این داره کار میشه تا به یک نتیجه برسه. قاعدتا شما که شنیدید جمهوری اسلامی این پرونده رو مختومه اعلام کرد و کسی رو هم محاکمه نکرد و همه رو گفت بیاید دیه بگیرید و ما به شما یه پولی میدیم و اون که کشته شد دیگه از شانسش بود رفت و دیگه برگشت هم نیست. یعنی این گونه توجیه کردن. حالا این به عنوان یک جنایت بزرگ علیه بشریت چقدر در دستور کار قرار داره و چقدر هنوز جامعه حقوق بشری بین المللی روی این تکیه داره که این رو به یک سرانجام مطلوب برسونه. حقیقتش البته باید تشکر کرد از خانواده های کشته شدگان جمعه خونین که هنوز تا به امروز در واقع دارن مقاومت میکنند و خواهان حق خود هستند و اینا باید الگویی باشند برای بقیه مردم که از حق خود نگذرن. من میدونم که خیلی فشارهای زیادی روی این خانواده ها بوده، چه فشارهایی از طرف افرادی که از داخل، چه از شاید از بعضی از ریش سفیدان و دولت سعی کرده زیاد فشار بیاره تا این مسئله مختومه اعلام بشه. نه تنها خود در واقع این قضیه که خودش مختومه اعلام کرده، اما از نظر مردم هم مختومه بشه و این کلن ساکت بشه. اما مقاومت خانواده های این کشته شدگان عزیز در واقع قابل تحسین هستش و همون کاری که مادران دادخواه در ایران انجام میدن، این خانواده های دادخواه باید تا رسیدن به حق و عدالت، در واقع برگزاری عدالت، این راه رو ادامه بدن. این در واقع یک گام خیلی قابل تحسین هست و همچنین یک شاید امیدی بده و بقیه بلوچ‌ها رو تشویق میکنه که از حق خود ساکت نشینن و همیشه سعی بکنن به هر طریقی مونده دنبال حق خود باشن، گرچه حتی جوابم نگیرن، اما از حق خود ساکت نشینن به هیچ وقت. این مسئله حقیقتش بستگی داره به فعالان حقوق بشر بلوچ که من دارم میبینم، فعالان به حقوق بشر بلوچ که در داخل هستند و حتی فعالان سیاسی هنوز این مسئله رو زنده نگه داشتند و این مسئله رو وقتمون خیلی کمه جناب آقای عارف. بله، در واقع این مسئله در خارج هنوز در حال پیگیری هست و وقتی که هم با گزارشگر ویژه هم صحبت کردیم، این مسئله هنوز براش یا حتی کمیته حقیقتیاب ایران هنوز این مسئله براش یکی از مسائل مهم هستش. در خارج این مسئله هنوز زنده هست و داره پیگیری میشه و تا اینکه ایران محکوم بشه، جمهوری اسلامی ایران محکوم بشه، پیگیری این مسئله ادامه خواهد داشت. بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای عبدالله عارف، فعال حقوق بشر در بلوچستان، و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه در کنار ما بودید و به امید روزی که آزادی بر آسمان بلوچستان و تمام ایران بدرخشه چون خورشید و به امید پیروزی حق بر باطل. خدا حافظ شما.